751 زوج هست از ولایات مختلف، از ولایت پروان، کاپیسا، غزنی، پروان، قندوز می باشند. دیگه این برنامه را ما به خاطر نهادینه شدن یک فرهنگ خوب سالم، به خاطر دیگه جلوگیری از مصارف کمرشکن جامعه امروز ما برنامه را برگزار کردیم. 7 ماه بود که من نامزاد بودم. من مشکلاتم این بود که نه پدر است از من، نه مادر است، نه خواهر است. یک تا خواهر داشتم که علمی داماد ما بود که حال اینجا همراه شما صحبت کرد. دیگه مشکلات ما خیلی زیاد بود. دیگه خدا ایرا را برای ما برابر کرده. دیگه چیزی که قرآن میگو، خدا میگو، پیامبرش میگو، باید امو رویه را بکنن. فی الحال تو نیست. حالا یک جایی که خواستگاری برید تا دال اگه افغانی نداشته باشی پیش شده نمیتونه. ما در حدود 40 قلم اشیا و لوازم بر از اینا تهیه کردیم که به شکل تحفه بر از اینا میتیم. چون پرابلم اقتصادی داشتن، اینا فامیلای بی‌وضاحت بودن، ما اینا را از هر گوشه و اکناف شهر وطن ما افغانستان جمع کردیم که از ولایت‌های مختلف، از قوم‌های مختلف، از ملیت‌های مختلف است اینجا آمدن و جمع شدن و به جواب ما لبیک گفتن که امروز ما در خدمتشان هستیم. پیشنهاد ما برای خانواده های کشور ما ای است که با در نظر داشت شرایط امی وطن ما باید مصارف گزاف کمرشکن عروسی ها را پایین بیارن تا باشد که جوان ما با یک فکر آرام تشکیل خانواده بکنند.